سلام، من سعید سلطانی هستم و این جلسه سفرم یا مقدماتی مرور کتاب بلاکچین این اکشن هستش که قراره طی جلسات متفاوت این کتاب رو با همدیگه مرور بکنیم و از همدیگه چیز یاد بگیریم. یه کوچولو خودم معرفی بکنم. من دانش آموخته در واقع دوره کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی هستم. بسیار مشتاق به یادگیری و آموزش دیدن برنامه نویسی که از سال 1387 هم در حال همین کارم دارم، همین کار آموزش دیدن رو به صورت حرفه‌ای در واقع انجام میدم. حرفه‌ای به این معنی که حرفه اصلی من فعالیت توی این زمینه است، دنیای نرم افزار تو بازار ایران. تخصص اصلیم زبان برنامه‌نویسی جاوا و تکنولوژی‌های مرتبط با اونه، جاوا انترپرایز ادیشن، که حالا به واسطه پروژه‌های متفاوتی که توی بازار داشتیم، از پروژه‌های در واقع اتوماسیون بگیر تا ERP، نرم افزارهای مالی، حسابداری، انبار، سیستم‌های بانکداری، در واقع درگیرش بودم توی این مدت، از برنامه‌نویسی تا مدیریت پروژه، طراحی نرم افزار، اجرا و پیاده‌سازی در واقع سامانه‌های نرم افزاری توی سازمان‌های متفاوت تو شهرهای مختلف مثل تهران، مشهد، اصفهان و کیش در واقع تجربهشو دارم و الان هم در حال انجام همین کارم، یعنی یادگیری و آموزش دیدن، اما توی دنیای زیبای بلاکچین و زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی. قراره اینجا کتابی که من خیلی از خوندنش لذت بردم رو با هم دیگه مرور بکنیم. من یه توضیح بدم. منظورم از مرور کردن صرفاً خلاصه نویسی و رد شدن سرسری از کتاب نیست. حالا چرا من نمیگم قراره آموزش بدیم؟ چون واقعیتش خودم رو در حد آموزش دیدن هم نمیدونم، ولی تو پرانتز اینو داشته باشید که قراره با هم دیگه یاد بگیریم مطالب این کتاب رو. صرفا یک مرور ساده نخواهد بود، یکم عمیق میشیم و با عمق بیشتری کتاب رو بررسی انشالله میکنیم. یه تشکر بکنم از کامیونیتی سالیدیتی و مدیرا و بچه ها و حالا بنیانگذارانش که خیلی خیلی کار قشنگی رو انجام دادن. سرکار خانم باوی که من افتخار داشتم از بین مدیران فقط با ایشون تا الان صحبت کردم و راجع به کار آشنا شدیم باهاشون. هدفی که خودم دنبال میکنم، واقعیتش من 2 تا هدف میبینم برای انجام این مرور و صحبت راجع به کتاب بلاکچین این اکشن. هدف شخصیم واقعیتش اینه که یاد بگیریم، عمق در واقع دانشم تو این حوزه بیشتر بشه، با دوستان بیشتر آشنا بشم و در کنار همدیگه دانشمون رو توی این زمینه بالا ببریم. و هدفی هم که به صورت جمعی و توی گروه متصور هستم اینه که حداقل من خیلی خوشحال میشم اگر بشنوم و به گوشم برسه که در حین مرور این کتاب، حالا یا در انتها یا در حین مرورش، دوستانی و افرادی بودن که به واسطه استارتی که زده شده از ما جلو زدن، کتاب رو شروع به خوندنش کردن، خیلی سریعتر از ما جلو رفتن و تموم کردن و در واقع پیشرفت کردن که میتونن کمکمون هم بکنن، حتی از دانششون به ما هم یاد بدن. من در شبکه‌های اجتماعی لینکدین، اینستاگرام، توی این آدرس ها در واقع میتونید با من در ارتباط باشید. ایمیلم و شماره تماسم هم هست. خب بریم سراغ در واقع معرفی نویسنده کتاب و یک کوچولو توی این جلسه که جلسه مقدماتی هستش راجع به نویسنده و بعد راجع به کتاب صحبت بکنیم. در واقع رودمپمون رو بگیم که به کجا میخوایم برسیم و ایشالله شروع بکنیم به انجام دادن کار. نویسنده کتاب بلاکچین این اکشن خانم دکتر بینا رامامورتی هستند که در واقع استاد و پروفسور دپارتمان کامپیوتر ساینس اند انجینیرینگ دانشگاه بوفالو توی آمریکا هستند. ایشون یه در واقع در کنار حالا کاری که داره انجام میده به عنوان استاد دانشگاه، مدیر بلاکچین think لب یونیورسیتی بوفالو هم هستند. یعنی حالا لابراتوار بلاکچینی که توی دانشگاهشون وجود داره. توی زمینه آموزش بسیار فعال و توی زمینه بلاکچین، آموزش بلاکچین بسیار موفق هستن. 4 تا کورس بلاکچین، یعنی خاص بلاکچین، توی پلتفرم کورسرا دارن که در واقع میتونید ازش استفاده بکنید. من سایتشون رو که میدیدم منابع متفاوتی داره که اینجا هم براتون میذارم آدرس سایتشون رو.
که مجموعه در واقع کورس هایی که توی این زمینه دارند رنک 1 رو از در واقع دید 140,000 دانش آموخته‌ای که در سراسر دنیا از مطالبشون استفاده کردن در واقع تونسته رنک 1 رو بگیره مطالبش. همچنین در واقع راجع به ایشون بازم بخوام راجع به تحصیلاتشون، خب اسمشون همونجور که مشخصه هندی هستن، خانم بینا رامامورتی، و خب تحصیلاتش توی هند شروع کرده، بعد توی آمریکا کارشناسی ارشد و دکتراشو گرفته و در واقع استاد دانشگاه هم هستن. خب اینا در واقع یه کوچولو درباره نویسنده گفتم برای اینکه ببینیم خب با نویسنده حرفه‌ای و در واقع خوبی طرفیم که قطعا کتابش هم میتونه کتاب فوق‌العاده خوبی باشه. کتاب بلاکچین اکشن همینطوری که حالا من هم خودم تجربه خوندنش داشتم، هم خودش توی مقدمش در واقع گفته، سعی کرده یک در واقع منبع خیلی کاملی برای طراحی و دیولپ سیستم های بلاکچین بیسد باشه. خیلی در فرق نمیکنه که شما برنامه نویس تازه کار تو این حوزه هستین یا در واقع برنامه نویس حرفه‌ای هستین، به هر صورت کتاب مطالبی داره که میتونه بهمون کمک بکنه که بدون اینکه خیلی وارد تئوری ها و مطالب تئوری پیچیده پشت سر در واقع شبکه‌های بلاکچین و اینا باشه، به صورت عملی کار رو یاد بگیریم. کتاب ایشون توی 3 تا بخش اصلی، یعنی توی 3 پارت و 12 چپتر که هر پارت 3 تا حالا فصل هستش دسته‌بندی میشه. من راجع به کتاب دسته‌بندی کتاب رو بخوام بگم، توی چپتر 1 کتاب یه مقدمه کلی داره از بلاکچین، 3Ds of blockchain رو بهمون میگه: decentralization، disintermediation و distributed immutable ledger ها رو 3 تا دی که توی بلاکچین خیلی معروف هست. میخوام اینو بگم که مفاهیم و کانسپت اولیه بلاکچین رو میگه که حتی اگر هم ما بلد باشیم، به نظرم مرورش خیلی میتونه عمق بیشتری به دانشمون توی این زمینه بده. چپتر 2 کتاب یک معرفی به قول خودش ملایم از اسمارت کانترکت ها روی بلاکچین اتریوم بهمون میده و اینجا ما یکم ریمیکس یاد میگیریم، دیولپ کردن رو ریمیکس رو شروع میکنیم. ریمیکس خب وب بیسد IDE ما هستش برای شروع کار. عذرخواهی میکنم، یه 2 تا در واقع سامپل کد خیلی در واقع مقدماتی برای اینکه دستمون را بیفته میزنیم توی چپتر 2. چپتر 3 در واقع میایم و اسمارت کانترکت ها رو 2 تا مفهوم خیلی مهم به نام تراست و اینتگریتی رو توی اسمارت کانترکت ها بررسی میکنیم. اصلا کلا تراست چیه؟ این زیر ساخت و خمیرمایه این که بلاکچین ایجاد شده بر مبنای در واقع تراست بوده. اصلا چرا بلاکچین اومد، چطوری تراست رو میتونه برامون برقرار بکنه، اینو با هم یاد میگیریم و دوباره یه سامپل کد و یک پروژه در واقع بلتی داریم که اون رو با هم دیگه مرور میکنیم توی فصل 3. توی چپتر 4 کتاب حالا میایم یکم یوزر فرندلی تر میکنیم ساعت اپلیکیشنمون و وارد دیولپ دی اپ ها میشیم. دیسنترالایزد اپلیکیشن ها رو با هم دیگه تو چپتر 4 یاد میگیریم. نود جی اس که خب بچه‌ای که یکم جاوا اسکریپت کار کردن میدونن در واقع بستری هستش که اجرای کدهای جاوا اسکریپتی ما بهش نیاز داره و از ریمیکس فاصله میگیریم، وارد تروفل سویت میشیم، ابزاری که برای کامپایل کردن و در واقع دپلوی کردن پروژه های سالیدیتی بهش احتیاج داریم وقتی از ریمیکس استفاده نمی کنیم. تروفل سویت اینو یاد میگیریم. بعد از اون وارد فصل 2 یا پارت 2 کتاب میشیم. پارت 2 فصل های 5 تا 8 کتاب که فصل 5 اختصاص داره به سکیوریتی و پرایویسی. خیلی خیلی مطالب جذاب و مهم و در عین حال با بیان خیلی ساده راجع به سکیوریتی، کریپتوگرافی، هشینگ الگوریتم ها، در واقع پابلیک کی، پرایویت کی توی چپتر 5 مرور میشه. پیشنهاد میکنم حتما این رو فصل رو از دست ندید.
حتی میگم من خیلی خوشحال میشم اگر کسی بره جلوی این مطالب رو بخونه که وقتی داریم با هم دیگه راجعش صحبت میکنیم یه دید کلی‌تری هم داشته باشه. فصل ششم کتاب در واقع راجع به دیتاهای آنچین و آفچین روی بلاکچین صحبت میکنیم، چه دیتاهایی توی فضای بلاکچین تو خود بلاکچین ذخیره میشن، چه دیتاهای آفچین هستن یعنی خارج از بلاکچین ما ذخیره میشن. اینا رو تو فصل 6 با هم بررسی میکنیم. چپتر 7 در واقع میاد روی وب3 API، یه کوچولو فوکوس میکنه و تمرکز میکنه API هایی که برای وب 3 در واقع ازش استفاده میکنیم. اینا رو با هم مرورش میکنیم و بررسی میکنیم. فصل 8 میایم و درباره دیولپ کردن و دپلوی کردن پروژه هامون روی فضای حالا کلود بیست روی اینفرا با هم دیگه صحبت میکنیم و پروژهمون رو سعی میکنیم روی یک فضای کلود این دفعه دپلوی بکنیم. و بعد از اون وارد پارت 3 کتاب میشیم. پارت 3 فصل های 9 تا 12 که فصل 9 توکنایز کردن دیجیتال اسست رو با هم دیگه یاد میگیریم به چه صورت انجام میشه. فصل 10 نوشتن تست اسکریپت ها رو با هم دیگه میبینیم که خب JS based testing framework تروفل رو اینجا یاد میگیریم چطوری کار میکنه. توی فصل 11 در واقع به یک رودمپ کلی از آنچه که مفاهیم، ابزارها و تکنیک هایی که تو کتاب بررسی کردیم و در نهایت فصل 12 کتاب جمع‌بندی و در واقع یک دید و چشماندازی از آینده فضای بلاکچین در اختیارمون میذاره و اپورتونیتی هایی که میتونه برای ما وجود داشته باشه و ما ازش استفاده بکنیم. این هم در